سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم راجع به تاکتیک حمله دوگانه توسط اسب صحبت کنیم. قبلا 2 ویدیو باهاتون به اشتراک گذاشته بودم راجع به حمله دوگانه که توی اونا مهره مهاجم وزیر بود و همونجا بهتون گفته بودم که حمله دوگانه رو میشه توسط هر مهره‌ای انجام داد و تو ویدیوهای بعدی راجعشون صحبت میکنیم که حالا این ویدیو نوبت رسیده به حمله دوگانه توسط اسب یا میشه بهش گفت چنگال اسب. اما قبل از اینکه بریم سراغ مباحث این جلسه و مثالهای مربوط به چنگال اسب رو ببینیم، یه مثال توی ویدیوی قبلی مربوط به تاکتیک حمله دوگانه داشتیم، بهتون داده بودم که خودتون حل کنین. حالا میخوایم جوابش رو با هم دیگه چک کنیم. خب نوبت حرکت با مهره سیاهه و گفته بودم توی این شرایط باید چند تا سوال از خودمون بپرسیم. سوال اول این که آیا میتونیم به حریف کیش بدیم؟ سوال بعدی اینه که میتونیم ماتش کنیم؟ یا اگر این سوالات منفی بود بعدش میریم سراغ تهدید بعدی، چون بزرگترین تهدیدی که ما میتونیم برای حریف داشته باشیم تهدید ماتیه. بعدش دنبال کیش ها میگردیم، بعد دنبال مهره های بیدفاع میگردیم، دنبال تهدیدها میگردیم. حالا اگه از کیش و مات نتونستیم به جواب درستی برسیم، حالا میگردیم ببینیم حریف مهره بیدفاعی داره یا نه که بتونیم به اونا حمله بکنیم و بگیریمشون. توی این تمرینی که بهتون داده بودم، وزیر سیاه میتونه بیاد تو خونه D4 کیش بده، اما خب کیش معقولی نیست. میتونه بیاد تو خونه D8 کیش بده، اونجا هم داره دفاع میشه توسط رخ و وزیر. میتونه با رخ کیش بده که بازم رخ داره ارز 1 رو کنترل میکنه. میتونه با فیل کیش بده که با اسب میزنه، مشکلی نداره، یا اصلا میتونه شاهش رو جابجا بکنه. پس از کیش ها به جایی نمیرسیم و طبیعتا ماتی هم نداریم توی یک حرکت. حالا میریم سراغ این که ببینیم کدوم مهره های سفید بی‌دفاع هستن. نگاه میکنیم میبینیم که این رخ دفاع داره، توسط اسب داره دفاع میشه، خود وزیر دفاع داره، اما مهره‌های بی‌دفاع این فیل و اسب خونه B3 هستن. فیل خونه G5 و اسب خونه B3. نگاه میکنیم ببینیم که با کدوم مهره میتونیم به هر دوتای اینا در یک زمان حمله کنیم. میبینیم اگه وزیرمون رو بذاریم توی خونه B5 هم داریم به اسب حمله میکنیم هم به فیل حمله میکنیم. از وزیرمون رو میذاریم، جواب مسئله اینه که وزیر رو بذاریم توی خونه B5 و هر دوتای این مهرها حمله بکنیم. و حالا برای سفید امکان دفاع همزمان از هر دو مهره وجود نداره، نمیتونه با یک حرکت هر دوتا تهدید رو رفع کنه و ما تو حرکت بعد تو نوبت حرکت بعدی سیاه میتونیم یکی از این دو مهره رو بزنیم. اگه فیلش رو نجات بده میتونیم بیایم اسب رو بزنیم و اگر بخواد اسبش رو مثلا نجات بده میایم فیلش رو میزنیم. خب حالا بریم سراغ مثالهای مربوط به حمله دوگانه توسط اسب. خب ما تو ویدیوهای قبلی خیلی راجع به مهره اسب صحبت کردیم، اینکه نحوه حرکتش چطوره و کجاها میتونه بیشترین فعالیت رو داشته باشه، چون به نسبت مهره‌های دیگه یه خورده نحوه حرکتش فرق داره و برای نوآموزها ممکنه سخت‌تر باشه. وقت بیشتری روی مهره اسب گذاشته بودیم. خب حالا اگه ازتون بپرسم که این مهره اسب رو من کجا قرار بدم که بیشترین خونه رو بتونه تحت کنترل داشته باشه، شما به یکی از این خونه هایی که میتونه 8 تا خونه رو کنترل بکنه اشاره میکنید. مثلا خونه D5 رو بخوایم در نظر بگیریم. اگه اسبمون رو بذاریم توی خونه D5 میتونه به این 8 تا خونه نوبت حرکت بعدیش امکان رفتن به این 8 تا خونه رو داره، یا این 8 تا خونه رو در حال حاضر داره کنترل میکنه. اما آیا میتونه اسب ما اما آیا اسب ما میتونه خونه‌های بیشتر از 8 تا رو تحت کنترل داشته باشه یا تاثیرگذار باشه روی خونه‌های بیشتری؟ حالا بیاید فرض کنید که من یک وزیر توی خونه C8 بذارم. آیا ما میتونیم توی یک حرکت بیایم این وزیر رو بزنیم؟ میبینیم نه، خونه‌هایی که ما میتونستیم با اسب توی یک حرکت بریم این خونه‌ها بودن، این 8 تا خونه بودن و خونه C8 جزوشون نیست. اما اگه بیایم یه شاه توی خونه G8 بذاریم،
حالا می‌بینیم که توی این خونه‌هایی که اسبمون میتونسته بره، یه خونه مهم وجود داره. یه خونه E7. اگه اسبمون رو بذاریم توی خونه E7، می‌بینیم که هم داریم به شاه حریف کیش میدیم، هم وزیرش رو داریم تهدید میکنیم. رفع کیش الزامیه و تو حرکت بعد میتونیم وزیر حریف رو بزنیم. حالا برگردیم به همون صحنه، همون وضعیت ابتدایی که داشتیم. ببینید درسته که این اسب داره به صورت مستقیم این 8 تا خونه رو کنترل میکنه، اما به شکل غیر مستقیم داره تأثیرش رو روی خونه C8 و G8 هم میذاره. یعنی با استفاده از تاکتیک حمله دوگانه یا چنگال، این اسب میتونه بیاد توی خونه E7 و هر دوتای این مهره ها رو چنگال کنه و تأثیر خودش رو روی بیش از 8 خونه‌ای که در ابتدا میتونست کنترل بکنه بذاره. می‌بینید که اسبی که توی خونه D5 هست داره به صورت غیر مستقیم روی خونه بعدی که میتونه بره هم داره تاثیرگذار میشه. میتونه هم به خونه G8 حمله بکنه، هم به خونه C8. خب حالا به عنوان تمرین برای خودتون میتونید پیدا کنید ببینید که وزیر تو چه خونه‌هایی باشه، اسب میتونه تو حرکت بعدی با چنگال بگیرتش. دقت کنید که اسب هم میتونه توی خونه E7 بیاد به این شاه کیش بده، هم میتونه توی خونه F6 بیاد به شاه کیش بده. یعنی هر دوتای این خونه ها رو داره و اسبمون تو هر کدوم از این دوتا خونه بیاد به شاه حریف کیش بده و وزیر رو هم تهدید بکنه، حمله دوگانه یا چنگال اسب محسوب میشه. مثلا فرض کنید اگه این وزیر توی این خونه هم باشه، من میتونم بیام توی خونه F6، هم به شاه دارم کیش میدم، هم وزیر رو تهدید میکنم. حمله دوگانه یا چنگال گرفتم. رفع کیش الزامی، تو حرکت بعد وزیر رو میزنم. حالا شما پیدا کنید ببینید تو چه حرکات، تو چه خونه‌های دیگه‌ای وزیر رو اگه قرار بدیم میتونیم این چنگال رو با اسب بگیریم. تو این وضعیت اسب داره به شاه سیاه کیش میده و رخ رو هم تهدید میکنه. در واقع حمله دوگانه یا چنگال روی شاه و رخ سیاه زده. حالا شاه بخواد رفع کیش کنه بیاد توی خونه F8. درسته که شاه و وزیر دارن از این رخ دفاع میکنن، اما چون اسب مهره کم ارزشتری نسبت به رخ است، اسب 3 امتیازه، رخ 5 امتیازه، ما میتونیم با اسبمون بیایم این رخ رو بزنیم. حالا اگر هم حریف بخواد این اسب رو پس بگیره، ما 2 امتیاز این وسط سود کردیم. یعنی 5 امتیاز گرفتیم، 3 امتیاز دادیم، میشه 2 امتیاز سود کردیم. اینجا یه نکته هم بهتون بگم. 2 تا نکته اینجا باید بهتون بگم. اگه بخوایم با اسب یک حمله دوگانه انجام بدیم، اسب میتونه حمله دوگانه روی مهره‌ای که دفاع نداره انجام بده. مثلا کیش بده و یه مهره‌ای باشه که دفاع نداره. میتونه کیش بده و یه مهره‌ای که دفاع کافی نداره رو روش حمله دوگانه انجام بده. و میتونه کیش بده و یه مهره‌ای که با ارزش‌تر هست رو بزنه. مثل همین مثالی که اینجا براتون آوردیم. توی این حالت درسته که این رخ داره توسط وزیر دفاع میشه، رخ شاه هم میاد اینجا باز 2 تا دفاع داره، ولی مهم نیست چون اسب مهره کم ارزشتری نسبت به رخه و میتونیم راحت بیایم این رخ رو بزنیم و امتیاز جلو بیافتیم از حریف. نکته بعدی که میخواستم بگم، مثلا فرض کنید توی همچین حالتی اینجوری بذارید براتون بچینم. یک همچین حالتی داریم. اسب سفید اومده چنگال گرفته روی 2 تا رخ سیاه. حالا یکیشون رو میزنه، حریف این اسب رو بخواد بزنه. حالا اگه دقت بکنید می‌بینید که بازیکن سفید 2 تا رخ داره، بازیکن سیاه یه رخ داره و یه اسب. این رخ با این رخ در اینجا رو دقت بکنید می‌بینید که بازیکن سفید رخ داره، بازیکن سیاه اسب داره. به این حالت میگیم یک تفاوت، سفید یک تفاوت جلو هست. وقتی که یه بازیکنی رخ داره و بازیکن دیگه به جاش یک سوار سبک، اسب یا فیل، حتی فیل داشته باشه، میگیم که سفید توی این حالت تفاوت جلو هست، چون 2 امتیاز اختلاف دیگه بین رخ و فیل یا اسب. پس میگیم که بازیکن سفید یک تفاوت از سیاه جلوه. اینم خوبه که حواستون باشه. مهره جلو نیستیم ازش، اما یک تفاوت امتیازی جلو هستیم، بهش میگیم توی این حالت میگیم که تفاوت جلویم. خب حالا بریم سراغ مثال بعدی که
نکته قبلی که بهتون توضیح دادم و بهتر متوجه بشید. ببینید خب توی این وضعیت وزیر داره به شاه حریف کیش میده، رخ رو هم تهدید میکنه، یعنی یک حمله دوگانه روی شاه و رخ زده. اما اینجا شاه میتونه بیاد تو خونه 38 و از این رخ دفاع بکنه. حالا دیگه برای سفید نمیصرفه که بخواد رخ رو بزنه، چون اگه بخواد این رخ رو بزنه به ازاش باید یه وزیر 9 امتیازی بده که معقول نیست. اما تو مثال قبلی که آورده بودم اسب میتونست با خیال راحت این رخ رو بزنه و 2 امتیاز هم بازیکن سفید جلو میافتاد. در واقع اینطوری میشه گفت که چون وزیر با ارزش‌ترین مهره ما هست توی حملات دوگانه‌ای که باهاش انجام میدیم، حتما اون مهره‌ای که داریم بهش حمله میکنیم باید بی‌دفاع باشه تا بتونیم بزنیمش. اما اسب چون مهره کم ارزش‌تری هست، چه مهره حریف بی‌دفاع باشه، چه دفاع کافی نداشته باشه و چه اینکه دفاع هم داشته باشه، کافی هم باشه اما مهره با ارزش‌تری باشه مثل رخ یا وزیر، میتونیم تو حرکت بعد اون مهره رو بزنیم. توی این وضعیتی که براتون آوردم اسب سفید 2 تا چنگال داره. میتونه بیاد توی خونه B6 هم کیش بده هم رخ رو تهدید بکنه. اما توی این وضعیت فیل سیاه میتونه بیاد این اسب رو بزنه. فیل اسب رو میزنه، حالا با پیاده بزنه وزیر میزنه. اینجا 3 امتیاز داده، 4 امتیاز گرفته و وضع سیاه خوبه. اما حرکت بهتری که بازیکن سفید داشت این بود که به جای اینکه اسبش رو بذاره توی خونه B6 و چنگال بگیره، میتونست اسبش رو بذاره توی خونه D6. حالا هم داره وزیر رو تهدید میکنه هم رخ رو تهدید میکنه. خاطرتون هست که تو ویدیوهای قبلی که راجع به حمله دوگانه باهاتون به اشتراک گذاشته بودم گفته بودم که 3 نوع حمله دوگانه داریم. یک حالت وقتی که داریم کیش میدیم و یه مهره رو تهدید میکنیم، یک حالت هم وقتیه که داریم هر دوتا مهره رو، هر دوتا تهدیدمون روی دوتا مهره مختلف حریف هست. حالت سوم همین بود که بخوایم یکی از اون تهدیدها یه خونه مهم باشه. حالا اینجا اون حالت دوم به وجود اومده که داریم هر دوتا مهره حریف رو تهدید میکنیم. اسبی که توی خونه 34 بود امکان اینو داشت که توی 2 تا خونه بیاد چنگال بگیره، اما چنگال خونه B6 چنگال مناسبی نبود. چنگال خونه D6 چنگال مناسب است و میتونیم بیایم اینجا توی حرکت بعدی میتونیم یک تفاوت حداقل از حریف جلو بیافتیم. حریف وزیرشو بذاره توی خونه C6 مثلا، میتونیم با اسبمون بیایم این رخ رو بزنیم. حالا با وزیر بزنه درسته اسبمون رو گرفته، اما ما هم رخ 5 امتیازش رو گرفتیم و یک تفاوت جلو افتادیم این وسط. توی این مثال هم اسب میتونه بیاد توی خونه G5، هم داره به رخ حمله میکنه و هم داره به فیل حمله میکنه. جالبیش اینجایی که این دوتا مهره توی این وضعیت نمیتونن از همدیگه دفاع بکنن. اگر رخ بیاد توی خونه H7 که بخواد از فیل دفاع بکنه، باز اسب میتونه این رخ رو بزنه. اگه بیاد توی خونه F3 باز هم زیر ضرب این اسب قرار داره. اگه فیل بیاد توی خونه E6 و بگه دارم از رخم دفاع میکنم، باز هم زیر ضرب اسب ما هست و میتونیم فیلش رو بزنیم. این مثال مربوط میشه به اون حالت سوم حمله دوگانه که گفتیم یک سرش میتونه حمله به یک خونه مهم باشه. توی این وضعیتی که براتون آوردم اسب اگه بیاد توی خونه B4 به وزیر داره حمله میکنه و به خونه مهم C2، چون اسبمون اگه بیاد تو خونه C2 داریم شاه حریف رو مات میکنیم. گفتیم به این مات میگیم مات مختنق. حالا توی این حالت وزیر هر جا بیاد، اگرم بیاد مثلا توی خونه A4 که بخواد از این خونه دفاع بکنه، ما بازم میایم کیشمون رو میدیم. مجبوره که با وزیرش بیاد این اسب رو بزنه. حالا با رخ این وزیر رو میزنیم. یه اسب 3 امتیازی دادیم، یه وزیر 9 امتیازی گرفتیم، یعنی 6 امتیاز جلو افتادیم از حریف. اینم خیلی مثال قشنگی، بهتون توصیه میکنم اول خودتون فکر کنید ببینید میتونید این تاکتیک رو پیدا بکنید. میخوایم حمله دوگانه انجام بدیم، هم به مهره حریف هم به یک خونه مهم. خب توی این وضعیت اسب رو میذاریم توی خونه E3، هم داریم به فیل حریف حمله میکنیم هم به خونه F5 و تهدید ماتی به وجود آوردیم. اگه اسبمون بیاد توی خونه F5 به شاه حریف داریم کیش میدیم.
بیل هم داره این قطر رو کنترل میکنه، این خونه ها رو گرفته. این خونه هم که داره توسط شاه کنترل میشه، این خونه هم که مهره خودش جلوشو گرفته و شاه حریف مات میشه. حالا اسبمون رو که بخوایم بیاریم توی خونه عیسی قرار بدیم، مجبوره که شاهش رو حرکت بده که از مات جلوگیری بکنه و میتونیم تو حرکت بعد بیایم بیلش رو بزنیم. این مثال خیلی قشنگی بود به نظرم. خب این تمرین هم میذارم خودتون حل کنید. نوبت حرکت با مهره سیاه وضعیت رو برمیگردونم، از دید سیاه به قضیه نگاه کنید و دنبال این هستیم که یک حمله دوگانه مناسب رو انجام بدیم. خودتون روش فکر بکنید تا ویدیوی بعدی که مربوط به حمله دوگانه توسط بقیه مهره‌های شطرنج هست جوابش رو بهتون میگم. میتونید جوابی که به نظرتون میاد رو تو بخش کامنت ها برام بنویسید. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.